قید دولتی طلاق در پرس‌ریزی که در دست شما خاص اینجا هست، شما میتوانید رقم رو از اونجا پیدا کنید. قید دولتی نیکو در سال 6 2017 5040 عدد به قید گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 516 عدد طلاق زیاد شده است. قید دولتی نیکو باشد 28130 عدد به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته متاسفانه 2146 عدد کم شده است. وابسته به سبب‌های جدا شدن اویلاها ما هر نشستی مطبوعاتی می‌دونیم اویلاها مخصوص با همین سبب‌ها پوش می‌خورند. دخالت خویش و تباری نزدیک، نافهمی، آماده نبودن جوانان به حیات مستقلانه، وابستگی اقتصادی جوانان از پدر و مادر، دخالت دیگر خویش و تبار، بیماری یکی از همسران و البته پیش از همه آماده نبودن خود جوانان و حیات مستقلانه، تحمل ناپذیر بودن جوانان امروزه متاسفانه یکی از سبب‌های طلاق بین آنها می‌گردد. وابسته به این ازدواج‌های خویش و تباری و تولد شدن کودک معیوب نیز یکی از سبب‌های جدا شدن اویلاها گشته ایستاده است. ما در نشست مطبوعاتی قبلی گفته بودیم که متاسفانه امروز اویلاهای به قید گرفته می‌شوند که در بسیار حالت‌ها از جانب مردم با سبب تولد شده پیدرهم تولد شدن کودکان سبب پوشخوری اویلاها شد. محض همین سبب بود که از طرف جناب عالی سروری دولت همین مسئله گذاشته شد که این هم برای پیشگیری کردن پوشخوری اویلاها و هم پیشگیری نمودن تولد شدن کودکان معیوب این پیشنهاد گردید و قرار دخلدار به سندهای ملی حقوقی جمهوری تاجیکستان قبول گردید. متاسفانه رشد با سرعت تکنولوژی‌های این زمانه اگر چندی بسیار عامل مثبت است برای بلند برداشتن معرفت و اطلاعات‌نوکی اهالی، متاسفانه یکی از سبب‌های این نیز یکی از سبب‌های اگر تعداد زیاد هم نباشد یکی از سبب‌های جداشوی اویلاها گردیده ایستاده است. این اس‌ام‌اس‌های غیری اس‌ام‌اس‌های بردروغ، زنگ‌های به وقتی بردروغ و همین عامل‌ها بعضاً مراجعات‌ها به ما شده است که همین عامل‌ها سبب پوشخوری اویلاها گردیده شده است.